از جون عزیزتر داریم؟ به خدا آدم جون عزیزه ها. نیست زلزله. چطور بود ساعت 12 شب یهویی؟ کجا بودید؟ خونه‌تون بودید؟ ملت دیدی چجوری ریختن تو خیابون؟ یه لرزون دادیدی؟ اینور ما مثل موج بود. مردم ریختن. چرا جان؟ یکی ما دیدیم تو خیابون بنده خدا خیلی ناجور اومده بود بیرون. یه آقایی بود. گفتیم برگردینا. بعد اینجوری شانس آورد ماماندوز پاش بود. آره زد بیرون. عکس اومد از این خوابگاه دانشی پسر بنده خدا چجوری زده بود بیرون. آره میگفت این که چیزی نیست، طلا ملا پولا اونجاست، جیگر نمیکنم برم بیارم. جون عزیزه. میگفت 20 میلیون زنم طلا داره. یارو میگفت جرئت نمیکنم برم بیارم. 20 میلیون. بعد چی میگن؟ میگن به این جوان پول دادن بره سوریه بجنگه. آدم آتیش میگیره. به این جوان پول دادن. خب تو هم برو پول بگی، تو هم برو بجنگ. برو دیگه. تو اسم داعش رو میشنوی واجب و تعویض و تنبان میشی. بعد تو میخوای بری اونجا بجنگی. اخوی گرفتی ما رو. به خدا این بچه‌هایی که سوریه بودن بپرسید. من تو ایام جنگ 2 مرتبه 3 مرتبه رفتم اونجا. خط داشتیم 3 نفر جلو 150 تا داعشی نگه داشتن. 3 نفر. خط بودن شهید لبنانی ابو کرار بود نمیدونم چی بود اسمش. یه نفر جلو 250 نفر وایساده بود. 2 ساعت و نیم وقتی اینا حمله کردن اینو فرار کردن. 2 ساعت و نیم این خط رو یه نفره نگه داشت. خیالشون تخت شد برگشتن. میرفت اینور آرپیچی میزد، میرفت اونور پشت خاکریز با دوشکا میزد، میرفت اونور تیراندازی. اونا فکر میکنن پشت خط چند نفر. خیلی جیگر میخواد. تصوری که به دستشون برسه تیکه تیکت کردن. به بدترین شکل ممکن سر میبرن. بعد میگه به اینا پول دادن اینا میرن. خوبه فیشای حقوقیشون هم اومد بیرون. شهید خانتومان بود فیشش اومد میدون 1.500 میگرفت. 1.500 که نمیدونم 600ش یا 900ش چقدرش هم وام بود. 600ش وام بود، 900 دستشو میگرفت. چقدرم عجیب خدا حجت تمام که همزمان که این فیش حقوقی این شهید اومد بیرون یه سری فیشای دیگه اومد تو تلگرام. 20 تومن و 40 تومن و بعد ناراحت بودن. میگفتن چیه ما لیاقت کار کردن داریم، ما مدیریم. خب برو کنار این همه جوان بنا تو بهتر مدیریت میکنه. آقا برخی از این شهدای ما بودن، بچهای مدافع حرم برید بخونید مثل شهید موحدنیا. تو عراق بود میگفت تو رو خدا منو بفرستی سوریه. تو رو خدا منو بفرستی سوریه برم. ما چرا خب تو عراق باش. نه داستان شام غریبانه تره. میخوام اونجا باشه. دور امیرالمومنین امام حسین شلوغه. این کشور 67% جمعیت شیعه است. عراق. اینجا بچه شیعه زیاد داره. میخوام اونجا باشم که 1% جمعیت شیعه است. سوریه 1% جمعیت شیعه است. اکثریت 70% سنی، بعد دیگه علوی و نمیدونم دروزی و مسیحی و یهودی و 1% شیعه. من میخوام برم اونجا که غریبان است. من میخوام برم دور حضرت زینب بگردم. میخوام اونجا باشم. این به چه یقینی رسیده؟